خب درود هموطنان عزیز، بینندگان گرامی، خالص و مخلصان کانال خادم خلق و بگیم که مخالفان بگیم خادم خلق، یعنی کانال خادم خلق. امیدوارم که یکی شما خوب، صحت، سلامت باشید. بگیم که یک دوستی پلاستینیم ایرا دادگی بود، پدرکا ورده بود، خنکیده فایده دارده زوره. امیدوارم که همه کسا خوب، صحت، سلامت و سربلند، خانواده هم باشه. درود خداوند با خانواده یکی شما باشه. زر خرید امروز در باره زر خرید کمترک من فکر نظر خودم میگم و ما کیرا میدونم زر خرید و چیرا میدونم زر خرید و کدام انسان ما میتونیم بگیم زر خرید از نگاه من. و البته که من نگاه خودم در کلای شما بور کردنی نیستم. هر یک تای شما نگاه خودتون دارین در این مسئله یا در آن مسئله یا در دیگر مسئله. اما شما میتونید فکر نظرتون بگیم که بعدان زیر کامنت بنویسین که تا کجا راضی هستیم با فکر نظر ما، تا کجا راضی نیستیم. نمیدونم یک هموطن بسیار در زیر کامنت ها نوارهای ما در کامنت هاش و کلمه زرخرید زیاد استفاده میبره. نمیدونم تا کجا برادر از فکری و از نگاهی و زرخرید چی بدنش میدونه و کی را ما میتونیم زرخرید بگیم. کی را ما میتونیم زرخرید بگیم. ببینید دوستای عزیز، شخصا از نگاه ما انسانی که زرخرید حساب میشوه، انسانی که زرخرید میشوه یعنی فقط یک انسان گفته میشوه. اما یک طبق جامعه هست یا که یک انسان گویم همون را ما میتونیم زرخرید بگیم. برای چی؟ برای اون که برای معاش او فرق نداره زر زیاد باشه یا که کم باشه. مهم نیست زر چند قدر باشه. زر هم قدرش هم زر است، هم قدرش هم زر است. یعنی پولی است میشن پول است، هزار میشن پول است. انسان هایی که برای مبلغ فرمان خوجش اجرا میکنن. هر چیزی که بگم خوجه را اجرا میکنن. لبای فرمان دا تیار است. اگر خوجش بگه که برف سیاه است و او برف هم میگه سیاه و خوجش بگه که یعنی زر میداد، اگیش بگه که نمیدونم شیر سیاه است و شیر میگه سیاه است. یعنی که همه خیل انسان ها را ما میتونیم که زر خرید بگیم. بعد چیزی دیگره که مهم نیست که خوجایت از بیرون پولت میته یا که در درون پولت میته. یعنی امروزه امنیتی ما، امروزه سودی ما، امروزه پروکراتورای ما، امروزه دپوتاتی ما، امروزه نمیدونم رئیسی ما، امروزه در تاجیکستان هر یک انسانی که در تای امام علی رحمان در تاش گفتن در تای دستش کار میکنه یعنی اینا زر خرید هستن. اینا زر خرید هستن. واقعا هم من اینا را هم یک از نگاه خودم زر خرید میدونم. اینا را سبب چیه؟ سبب زر خرید انسانی هست که اگر که گفتم که همین مبلغ شبتی ماهانه شه یا زندگی شبتی هر فرمان بتی میکنه. هر فرمان بتی میکنه و کارگر کسی است که و کار میکنه کنستیتوت چرا سبلودات میکنه دیگر فرمان نمیبرداره. اگر که پولش هم بتی سرش هم کنی ای کار دیگر فرمان نمیبرداره. میگه اینجا قانون است، من را ویران کردن نمیتونم. این قانون از تمام ملت است، از یک ته امام علی نیست یا که از یک وزیر نیست. یعنی که این انسان ها را ما میتونیم که بگیم که زر خرید. برای چی؟ برای اون که خوجش مبلغی اگر 100 سومون هم بته، 1000 سومون هم بته، نمیدونم هر چیزی که پولش بته
همه امنیت تاجیکستانی مو زر خرید است. از همون بالاش سرکردگی تا پایانش زر خرید است. سودهای تاجیکستان همش زر خرید است. پروکراتورا و غیره ها همه زر خرید هستند. برای چی؟ برای آنکه جنایت امام علی رحمان و جنایت فرزندان امام علی رحمان چشم میپوشن. اینا نرمال نیست، نگاه نمیکنن، 100% است، نیست. اما امام علی رحمان گفتم که اگر برف سیاه بگه و همه کسا سیاه میگن. یعنی که امام علی رحمان فرمان داد سود عالی جمهوری تاجیکستان بگیم که گروه 24 یا که بگیم طرفداران آن یا اعضای آن یا که بگیم نمیدونم یک انسان بود تروریست گفت. یعنی این زر خرید است. یگان دلیل نداشت، یگان فکت آورده نتونست، یگان نمیدونم یگان کار دیگه. یا که هر قانون قبول کرد کسی او را میبینه میبریم زندانش میکنیم. یعنی این هم زر خریدی است و حقوق آزادی های شما را برای زر، برای آیلی کشیده قانون آمدگی چیز است که شما آزادی دارین، شما حقوق دارین، شما ببینین. شما خداوند برای شما عقل داده است که امام علی را ببینین و دیگر را ببینین و قضاوت خودتون برارین. نیکی چیکار میکنن؟ زر خرید ها. امام علی میگه که او را تماشا نکنن که حقیقت هوی میشوه. دوای قانون برارین، کمی او را تماشا میکنه زندان میشه. و قانون میبرارن، فردا بگیم که براوردن همه کدامی که ما را میبینه چی شد؟ زندان باید شد. یعنی این امنیت، این حکومت، این رژیم، این سیستم را زر خریدش است. پلیتیا ما زر خرید است. برای چی؟ برای که پلیتیا حقوق خانه مردم در آمدن نداره. در حالتی که امام علی فرمان میته، یک تاشه بگیم که این شیشه فرمان میته، دیگریش فرمان میته، زر خریدن، آیلگ میگیرن و میوین خانه یک مردم میدروین. بگیم که مادر یک کس اذیت میتن، فرزندت کجاست، نمیدونم فلانیت کجاست، تو بگو فرزند تا امام علی را گنده نکنه، تو فرزند تا بگو ایره نکنه، تو فرزند تا بگو دیگه کار نکنه. یعنی چیکار میکنن؟ میرون یعنی از قانون میبروین. برای چی میبروین از قانون؟ برای آنکه اینا پول میگیرن، برای کارشون نگرد میگیرن. هر یک کاری که میکنن، هر یک انسانی را میقپن میبرن، هر یک انسانی را میدزدن میرون. اینا با عوض یک کاری همی دزدی کردگیشون، جنایت کردگیشون زر میگیرن، پول میگیرن، مبلغ هر یک تاشته نگرد میتن. مثال $1000، $5000، $10,000. начальникош та гуфти ҳам гапо $100,000 ҳам та метия кора иҷро кардагӣ инсонода шояд гуфти ҳам гапо $5,000 мета и корора иҷро кардагира. аки тоҷикистони мо шоки хлеб дам зар харидӣ мекунанд озиё у дигар давлат нест ки бига ки ставкаи ма мисол $1 миллион, $1.5 миллион аст гав и кора мекунад. тоҷик барои бигем ки тоҷикистонира барои 1000 сомон ё ки 2000 сомон ё 5000 сомон бурда ҳам кишта истодааст, ҳам суд карда истодааст, ҳам дор кашида истодааст, ҳам террорист гуфта истодааст. ҳамаи ҳамин кора бигем дар ҳаққи ҳамватани худаш ё ки тоҷикистонии худаш раво дида истодааст ё карда истодааст. пас зархарид ки аст? шумо кира метавонед ки зархарид бигин? ман дар ҳолате ки аз касе як факт биёрам ки ман аз касе пул гирифтагӣ ҳастам, барои ҳамин бигем ки эмом алира хатогиҳоша гуфтан. як одамеро биёрем бигӯем ки аз санаи фазами ту пул гирифтӣ, тура фармон дод, гуфт ки ҳамин кора бикӯ. ман аз касе фармон гирифтагӣ бошам, биёрен як одама бибироем бигӯем ман зархарид ҳастам, бигӯем ки фактотон боша. ман мегӯям ки бале бародар ина факт дорӣ. як одам барои мара ҳеҷ набуданда $100 пул додааст ки ҳамира бигӯем ки чӣ эмом алира гандак гуфт. аммо
از کسی من پولم گرفتگی نیستم در این مسئله و کسی مرا فرمانم داده نمیتونه. ما در زندگی کنترل نمیشدگی انسان ما هستم. من خدمت در کنترل یگان انسان نمیتونم. من خیلی عادت دارم. فکری ما قطعی فکرش توغری بیاید значит ما میتونیم کار کنیم. همه روز نمی خدره که میمه که فکرش از فکری ما بیرون شد کو میگم برادر اینمی طرف خودت بک برا این طرف من خودم میکنم میرم. یعنی که من عموما کنترل نمیشم. من خودم خیلی میدونم و همین خیلی هم هستم برای که یگان انسان مرا فرمان داده نمیتونه. من فرمان اجرا نمیکنم در زندگی. این ای کار بکن او کار بکن ای کار. بله اگر اون کاری که من میکنم او برادر او دوست یا که او هموطن میگه اگر هم فکر ما در توغری باشه یعنی از نگاه ما توغری بگیره ما او کارا میکنم. یکی اگر از نگاهم توغری نگیره من نمیکنم. من خیلی عادت دارم. من یک عادت دارم اگر که باز هم خدایی نکنه سلوچای نگفتی همون گپا یه بار ایلی بای جو دیلم اگر مونا همتا دیلم مونا که همونجا میلیارد دلار تریلیارد دلار بیارن هم در پیشم پرتایم بگم بیا ویژول گیریم خیلی عذر بخشیش این چیزا نمیگذاره. تمام موند دیلی ما موند تمام. یعنی ما یه بار توف کردم او توفای زمین دیگه نمیلسم. هم خیلی عادت دارم نمیدونم. هم خیلی در زندگیم گنده پرینسیپیال انسان هستم. بعضی انسان ها را شاید بگیم که بعضن وقتا یه بار نیم بار میبخشمش یا که نمیدونم تا اون قدر دیلی ما نمیمونه از او انسان چی دیسه میشه. یکی کنسا که وقتی دیلی ما همین تا موند کو وقت دو خواستم اگر که نمی بیشت وعده بتن نمیدونم لبای کارا بکنن چند قدر پول پردلگت کنن نمیدونم دیگر خونه و در ما دیگر در روی اون انسان نگاه نمیکنم یا که بگیم که قطعش گپ نمیزنم یا که گپ هم زنم پروست دیگر پول نمیکنم همه چیزا. من خیلی عادت دارم برای همه هم دوستم دا میگم که برادرای عزیز دوستو شناسم دا میگم کوشش کنین همین کنکریت نه بر دیل ما دیگر ما اوتاری نیستم بگیم که حاضر بگیم که خطیتون یگون کمبودی کنم و فردا با بگردم بیام حاضر کمبودی کنم فردا بگردم بیام یعنی تری عادت ندارم. من رفتی значит رفتی اومدی ایلو بای کارخونه ما یه بار برآمدگی باشم گشته در کارخونه هزارها بار کو پردلگت کردگی هم بیو خطاگی شید عذر سلوچای نشید تام بدون مورا بفهم مترا میفهمیم یک دیگری را بفهمیم همین اشتباه را خیلی دیگه تکرار نکنیم. ما گفتم نه من میبخشین توف کاگیر ای زمین دیگه نمیلسم میرم نه مردی کاری میکنم و کارخونه شما دیگه برای ما در کار نیست. اویلی کار را بردارم دیگه من نمیدونم در این کارخونه میرم کوچه میرم نمیکنم این کارخونه. اگر کاری را گلستو قطعی بکنم کوچه را جارو قطعی برو ما کوچه روی را با کلا میگیرم میبخشین کم افتو باید تونل میبرم افتو میشه نمیکنم. یعنی که هم خیلی یک خصلت دارم و من فکر میکنم این خصلت ما خصلت خوب است. اگر هر یک تاجیکستانی ما هم خیلی پرینسیپ ها می داشت که مثال گیریم یک بار که تمام значит تمام هم خیلی پرینسیپ ها می داشت. خلاص دوستای عزیز یعنی زر خرید ما میتونیم بگیم که تمام این ساختارهای تاجیکستان کار میکردگی انسان ها را بگیم زر خرید. تمام سودیه های ما سود پرکرورهای ما زر خرید است. برای چی؟ برای که در قانون آمدگی است تو اگر فکت دلیل اسناد در دست نیاری ادوکات یوریست حقوقشناس طرفداری و مثال گیریم او را حل نکنه دلیل دکازات فکتاش قطعی سر مسئله نیارن نمونن دفتر بالای کتاب بالای دفتر روچکای همه بالا
بعد بمونن بگن که این فاکتو این همی آدم مثل جنایتکار است. در حالت سود حق داره برویم خیزه بگه که همه اسناد گفتیم یافتیم و اینا بگیم که همی آدم جنایت کرد. یکی در حالتی که سود پروکرور هم همی دیده دانسته مثل برای زر خریدیشون مثل دلیر امام علی را بردن سود کردن. برای چی؟ برای زر خریدن. برای چی؟ برای که دلیر امام علی از کمبودی گپ زد. کمبودی با خواجگانی پروکراتور و MVD و سود و امنیت اینو نفورید. او فرمان دادن این زر خریدا کار کردن. خلاص یعنی معنای زر خرید از نگاه ما او معنا همون است که هر یک انسان برای همون یک تنگ پول بگیم یا که یک برای لقمه زندگیش خودش میفروشه، ایمانش میفروشه، ناموسش میفروشه، ننگش میفروشه، مردیگریش میفروشه. بگیم که هر گپی که اگر خوجش بگه اگر او چیز زیدی قانون باشه، زیدی قرآن باشه، زیدی نمیدونم همه چی باشه بگیم که او کار میکنه، اجرا میکنه. لیش به خوجش باشه برای دن برای که ملادس بگه در پیش کارگراش که اینا خوجم یعنی که برای یک تعریف خوجش خیلی میره و میفروشه نه او زر خرید است. ما او را میتونم آزاد بگم زر خرید. یعنی که انسانی که از کمبودی گپ میزنه این معنای زر خریدی نداره. یک انسان بگیم که از کمبودی حرف بزنه و امروز زر خریدها خیلی زر خریدها تهمت بهتان در ما میزنن که ما زر خرید هستیم. یعنی که ما چیزی در فروخته شدگی هستیم. من میگم من در چیزی فروخته نمیشم. اساسی پرینسیپی ما همی است. من میگم که در یک کتاب است در چیزی که من بگم تون یک کتاب میشوه. من ریال نمیگم. نیکی بیا ادکریت گپ زنم از امام علی هم اومدن برآمدن لیچنه برآمدن و بگیم که مبلغ پردلاگت کردن دیل خو جودا دیل خو جوتا انتخاب که خونه نرخ که خونه نخی ویلا نرخ که میتیم پولتا نمیدونم امنیت بود یا کدام بیزنسمن بود کی بود دیل خو انتخاب که پولتا میتیم خونه تا میخریم لوبای کار میکنم بگو اینم قبول در کارای میتیمت در زندگیت و دان تا میپشی خپی من خپی تو ببرو بره. اگر من زر خرید میبودم در همون زری روان کردگی امام علی پردلاگت کردگی امام علی بازی لوبای کارگر طبقه از داخل تاجیکستان امام علی پرستو تا یا که همون رقصای امام علی تمگیر در اطرافش در میرقصن لوبای تو نبگه دیل خود دولت خانه نه خیلی تاش نه ویلا اختیار که ویلا ستوی مستش گفتی هم گفت فلان باشه فرق نداره حولی انتخاب که لوبای چیز میخریم دیل خود ماشین تا میخریم فلان قدر ستافکا پول تا میتیمد خب که تمام برا خب که پای زندگی چه ما میدونیم در تاجیکستان خونه نداری یعنی که خونه بابیگی تست قشلوب ده خواهی خونه را میسازیم میتیمد در اوجا خواهی مادرت گفتگی جو در خونه میخریم میتیم ای خوجند ای دیگر جو ای دشنبه میگه ای لوبای جو هیچ که دیگر در خونه تو نمیروه عموما هم تا خب که بذار برای پای زندگی تمام ما هم زندگی کنیم تم زندگی اینا دولت ها بگی خب که او فکر کردن که من برای پول کرده ایستادم میکورم نه ما برای ملت کرده ایستادم میکورم برای پول نه برای وطنم کرده ایستادم من اگر راضی میشتم اونم پولی امام علی رحمان یا که همون بیزنسمن بود نمیدونم خلاص یعنی که فرستاده شده از امام علی بود یا از داماد امام علی بود کدامه بود یعنی اینای دم سگلا سواد سمیکردم میگفتم که ما نخرین در کره
ما چیکار میکنم اوزی قطعی نمی وطن گفته اینم مردم چیکار میکنم بیار مرا بخر فلان جا خونه را بیار مرا این خونه این قبول میسته بته ما $1 میلیون بته حد اقل $1 میلیون بته من خودم میدونم چی بیزنس کنم بیا فلان مارکا ماشین بخر بیار در تای درمو اوچه ما در خونه را بخر فلان جا یک حوالی بخر یه ایتاج دیگه هم بخر بتش برای هم حوالی هم ایتاج در برای زندگی کنه او در توف هستی پول توف که همه $1 میلیون $2 میلیون و در روز دمه کارش میکنه می پرتویان میگن که ما برادیش بخب یه اولین چیز و چیزی دیگر بود که از دیگر طرف هم برای ما تکلیف شدگی است برای ما تکلیف کردن همکاری کنیم بگیم ما میدونیم وضعیت تاجیکستان ما گفتیم که اینش ماده من وطن ما برای پول بفروشم نه ما خلق کنی ما در کار نیست پولیت ما کار میکنم تو ساعت 1 2 3 4 5 ساعت کار میکنم یکی ما ایتنا میگیرم پول تا تاکش توی فکرتا در دیگر جا کن بله هستن آدمایی که پول میگیرن از دیگر جا من را بجو نمیکنم خوان درست کشیدگی پوچوشون در بالای پوچوشون روزی درست گفت که همون گپا ماشین علیش میکنن روزی درست خونه علیش میکنن من همین چیزا روا ندیدم خودم روا ندیدم ریال برای مرا شخصا این چیز در کار نیست هر چیزی هست میگن که یا بریدنانی قوقو برود باشه یا بریدنانی قوقو در پیش مردم فردو گپ زده بتونی فردو در پیش مردم گپ زده بتونی فردو در روی مردمت نگاه کرده بتونی این پول است مال است دنیا است دولت است سهولت است میخریش رفته ایستاده است کیفش کده سی رفته ایستاده است نه که ما گفتم نه برادر من چه همین کار ما میکنم همین پای زندگی میشم ما یگان کاغذ برای تاجیکستان پر کردن نمیتونم یگان آدم دارم که تاجیکستان نیتری است تاجیکستان نیجاش ویران است این رهاش چقری است مورا کمک کنین مورا یاردم کنین او را همو امام علی میگیره و بعد بعضی انسان ها میگیره و تاری پولا گفتم ما در کار نیست تاری پول در کار نیست برای همه دوستای عزیز هموطنای عزیز من زر خرید اینایی انسان ها را میکنم اینایی انسان هایی که بگیم که واقعا هم بگیم یا حکومتی تاجیکستان یا خودی امام علی زر خرید است خودی امام علی زر خرید است مثال گیریم اگر از خیتای پول بگیره و خیتای بگیم که بگه که نه اسلوبی ها را ما داریم و بگیم که قبول میکنه نوابسته او چیزی که در قانون جمهوری تاجیکستان یا که برای خلق جمهوری تاجیکستان زیان هست یا که فایده هست نوابسته از بگیم که چرا پس میگیره قبولش میکنه برای که پول بگیره از اونجا نمیدید اونا و انسان هم میتونیم که بگیم که چی هست زر خرید بگیم امام علی رحمانه و ارزش داره ما او را یا که نمیدونم امنیت یا پروکراتورا را یا سودا یا که دیگر انسان هایی که یعنی همین عموما تمام ساختار تاجیکستان ما میتونم آزاد بگم همش در خریدن برای چی برای قانون موندگی پول میگیرن و هر چیزی که امام علی میگه بگیم امو را کردن میگیرن دیگه برای او را فرق نداره که او در قانون توغری میگیره نمیگیره باشه باید نباشه کردن میگیرن یعنی میتونن که هموطنش بفروشن مرا مثال هموطنش بفروشن ما تو امروز ولی یگان هموطن ما نفروختم ما تو که چی از همون امام علی در کار میکردگی زر خریدم باشه ما او را نفروختم در یگان جا و ما برای جانی او سوی قصد نکردم و نیت هم کردگی نیستم که بگیم نمی کارگر امنیت است ما باید را جانش سوی قصد کنم یا که نمیدونم بزنمش یا که یگان
ягон рафтори бад кунам қатиш. Не, ма ин кора тасаввур кардаги нестам. Барои чӣ? Барои ки ӯ зархаридам боша, ҳамватанам аст. Чикор кунам? Чикор кунам мафкураи ӯ ҳам хеле боша? Ма бояд кӯшиш кунам ки ӯро бифаҳмонам. Ҳамватан, нодуруст аст. барои ду танга пул нак фардо тира фарзанди дариҷа зиндагӣ кардани аст. Тира насли дариҷа. Ту аввалин чизе ки номи тоҷик гуфтари чиза ту бояд дар аввалин ҷо бимонӣ. Тоҷикистон гуфтани чиза бояд дар аввалин ҷо бимонӣ. На пул, на шикама, на карфара дода нашавад 4 танга Эмомалӣ Раҳмон. инсон ин пуле ки моле ки дунёро агар метонистанд бибаранд қатъиёшон, бигем ки шоҳое ки дар ин дунё будан гузаштан рафтан, агар ҳама ё ин зар зевар ин пули тиллоро мебурданд, оли дунё замин ку пустой шида буд. ҳамаи ҳамин зар зевар биҳишт рафта буд ё дузах рафта буд қатъи ӯ. мефаҳмед намира? яъне ки ҳеҷ ка бурда наметона. ҳеҷ бурда наметонӣ. бувар ки фақат ҳам қадар чизе ҳаст ки бигем ҳамин ба туалет алишиш кардисти. да ҳамин метонам ҳамин қадар мехӯриш халос. ҳамон кори мекардагит. ин як коса овқот мехӯриш тамом. яъне инсона инсонията бигем умуман тамоми ҳамин чиза бигем ки ба як туалет алишиш кардисти. да халос як туалет. як туалет далиш мекунӣ. 10 миллион инсона Эмомалӣ Раҳмон ё 4 каси дига зархариди гирдаш ба туалет ивазиш карда истодан. халос. гӯё ки ӯ доранданд, гӯё ки ӯ боянд, дигаро камбағаланд. баъзе инсоно барои як калимаи раисиш биган ку раисиш биган. бовар ки тайёра ки кунша духтар шабита, зан шабита тайёра, фарқ надора буда. барои чӣ? барои ки ӯ номус надорад. барои беномуса фарқ надорад. дига зан мерава, духта мерава. лиш биудам як калимаи раис гуфтан обрӯ боша. инам як кас бига раис. ҳамин кам ӯ нижат кард Эмомалӣ прокурору суду дигароро бироварда берун аз қонун нижатиш кард. гуфт ман видеотона дорам. яъне ки чӣ хел уно пастел кардаги ҳастанд қатъи заношон. Эмомалӣ Раҳмон берун аз қонун рафта дар хонаҳои ӯ камераҳо монда, КГБш кор карда видеои бигем ки ҳамон пастели ӯро сёмка карда Эмомалӣ Раҳмон ӯро гирифтагӣ аст. открыто гуфт ҳамон прокуророра ман видеото надорам. шумо гуфт аз муллоҳо бадтар кардаги ҳастед. хонаи домуллоҳо дуромадан, яъне ки видео мондан ӯро бигем ки ҳамон чиёшона сёмка кардан гирифтан. ҳамаи кора кард. ин мардума зачумарид кард ки гирифт. киё карди кора? зархаридо кардан. барое ки дар қонун ин чизо мумкин нест. набояд ин кора бикунӣ дар ҳаққи бигем ки як инсон. аммо карда. дар қонун дуздидани тоҷикистони аз як кишвари дигар мумкин нест. леки ҳамаро дуздидан. ёра киё карда истодан? зархаридо. барои чӣ? барои пул карда истодан ин кора. яъне дар қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон омадагӣ нест бира тоҷикистониро дигар ҷо бигем ки бидиз биги биё. ё дар дигар ҷо бира бипарон бикишаш. дар киҷо омадааст? дар ягон ҷо. киро мекунад? зархарид. ки аст ҳамун зархарид? он ҳамун амният, прокурор, прокуратура ва ғайраҳое ки намо ҳастед. ҷунако нагардум зархарид хитонед. чӣ мора тӯҳмат дорен? ино зархаридҳо ҳастанд. ино хоҷаҳои хориҷӣ доранд. ино зархаридҳо ҳастанд. иноро хоҷаҳошон пул мета. баъзан ҳолат ҳамин гапҳои шумо да принсип мегӯ мерам ҳамонаш овара беам мия пул бигирам ягон ки мегӯ ха ки ҳамин бачаҳоро ҳамин гуфтагишон рост боша баъд дурӯғ нашавад. барое ки як чиз дигар ҳам аст да. мега як минут дӯстон шо барф айдаҷа балонои зимниам фоидат намекунад. як одам да мега ки фалони одам шаво
100 رکعت نماز میخونه میگه. هر چون سپور میکنه میگم پیشی ایش میگه که میگه حضرت میگه من مثال ختمه دونم میشناسم خود دمی هوا میگه 100 رکعت نماز میخونی میگه تو سحر. یکی برای گفته که 200 رکعت میخونی، یعنی گپ همین راست است میگه. یعنی که من خودم دیدگیم 100 رکعت است میگه. من قطعی چندین بار تا سحر میگه نماز خوندگی هستم، یعنی که 100 رکعت میخونیم. یکی همین مردک میگه که 200 رکعت خوندی، درست است که همین انسان میگه در پیش خداوند دروغگو نشوه میگه کلمش همون شما میخیزه 200 رکعت نماز میخونه. خیلی کش من مجبور ما گرم بگیم که همین شما در پیش خداوند دروغگو نشین، ما را زر خرید گفته کم روز همین گپتون قطعی مجبور میکنین که بعد یگان جا گفت که همون گپا یگان میلیون دلار پردلگت میشوه یکی اتکاز نمیکنم ده اگر همین گپتون دوام میتیم. خلاص اینه است برادرای عزیز، زر خرید، انسانی زر خرید همین آدم میگه. یعنی که همین انسان هایی که در خدی تاجیکستان هستن، قانون تاجیکستان موندگی برای زر یعنی برای پول چیده لوبای کرده تیار، لوبای کرده تیارن، اونم زر خرید است. اما من برای پول لوبای کرده تیار نیستم. من گپ زدگیم تنها برای که وطنم تینج باشه و بود آرام باشه. ما برای وظیفه گرفتنم گپ زدگی نیستم. ما هزار گپای ما تفسیه با امام علی رحمان است. یعنی که امام علی رحمان اگر تی نه کار کنی خوب میشوه، امام علی رحمان ته دیگر کار کنی خوب میشوه. ما 100 گپ ها در برای زمین های تاجیکستان گپ زدگی هستم. امام علی رحمان غصب کردن زمین های تاجیکستان یعنی این مینوس است، خلق دوشید کردن است. زمین او هر یک سکواش دهقان دا میتی زمینه شرطنامه داشته باشی. دهقان اگر خودت سکواش برآورده بتی نتی با شرایط بتی دهقان دا که دهقان سکواش براره. برای چی؟ برای که ما گفتیم که 100 بار از دایره از دیگر جا اگر که ما 100 جا اگر که او بتیم یک چیز فراموش نکنیم. وقتی در بالا میدودگی یعنی او میره بکو در بالا میدودگی دارو درمان دوزش 100 بمونی اودا میمونه ارالش میشه و گوناگون دوزه ها ارالش میشه و فورات نفورات او در زمین میوه که در زیراعت توغری نمیگیره. یعنی برای همون زیراعت ها بگیم که زود چی میشون قاق میشون فورا نفورات. اولش که لایوه میوه، اولش که قموه میوه، مایلی اگر صوف هم کنی اومده است باشه بتی، اما او از دیگر زمین هایی که او میتن است بالاتر باشه همون دوزای دارو را او در علش میشه و اگر خطه دار بکش که او میوه، یعنی که کوی تا گرم دوزوش او در علش در زمینی و قطی چند زمین ها را گذشته میوه او و همون داروها را بگیم که یا تا سر تیر زدگی یا تا مچامین زدگی یا تا نمیدونم دیگر چیز زدگی یک تاش دیگر چیز زدگی همینو را دوزوش ارالش شده همون اوده در اگراتی تمیویه میشول گیریم ایت را زیان میکنه تیا داروی دیگر زدگی بو ایت پویانوه میبره بو دایرو دا خوش میشه یا عرق دا خوش میشه و میره و خونه دیگر کس او را زیروات شد جزیر میکنه بو از او ارالش میشه و خلاص همین خیل بگیم که این اوی که اگر از پویانوه دیگر کس در ایجابتی در اگرات در دیگر جو اگر که در دایره کشه و جزیر میشه برای همون هر یک زمین منطقه مثال گیریم یک سکواش میتونه که 20 گکتار یا 25 گکتار زمینه یا 30 گکتار زمینه همین سکواش مثال گیریم همین سال 6 بار اوقاتی تامین کرده میتونه یا 8 بار اوقاتی تامین کرده میتونه همینجا مثال او را اگر با موزیچ کنی یعنی که تنها نمو او برای نمو 30 گکتار یا که 40 گکتار زمین استفاده برده شد همون سکواش. برای چی؟ برای که زمین رو فیلتر کرده تای زمین ده او فیلتره یگان دارو درمان یگان دوز زیادی نداره یا که نمی 50 گکتار زمین یا 75 گکتار یا 100 گکتار زمین ده نمی یک سکواش ای حجمش وابسته یعنی او تامین کرده میتونه گفتگی گبدش ما میتونه که او را هم خیلی استفاده برین. هیچ وقت گفتیم پایانوهای دیگر کسا نه ته
یعنی صدها توصیه زمین هست، هزارها توصیه های زمین من در نوارم گفتگی هستم. اینم برای یعنی که برای اصلاحات هست. این شرط نیست که من برم بکنم میکنم. شرط همون است که هر یک انسانی که در سر دولت قدرت رهبریت هست همین مسئله را حل کنند. چاروداری یکی از مسئله های بگیم که اساسی جمهوری تاجیکستان باید باشه. اولین درجه چاروداری باشه. برای چی؟ برای که ما 93% که زمین داریم. 93% که زمین داریم. یعنی که چاروداری و گوناگون چارواها، نه تنها یک بز گوسفند و غیره ها، گوناگون چارواها که در اقلیم های بالا و پایان و پست و بلند که تاباوری میوره، یعنی که ایره در اولین درجه بمونه. شانس بتین برای مردم بسوزن، بگیم جای کاوک فقط کاوک برورن بسوزن، بودانه برورن بسوزن، بگیم که همون اینکوباتور را بسوزن، از تخمشون بگیرن برورن، بودانه، سسرکت، مرغ، اندیوک، لوبوی، نمود پرنده و درنده که با اینکوبات میشه مطابق جاشون نگاه کنین، جا بتین مردم ده، پول بتین در برای مردم، فینانس بخره بیاره همون اپارات چیزای لازم میشه، یا خودشون بسازن همون اپاراتو را بگیم که برورن و پرورش کنن برای او را زمین بتین که تو برای چی؟ برای اینکه مایده ترین چیز اگر که همون گاو نباشه، گاو گوسفند همون پرنده و درنده و چرنده نباشه، بدون که تو زمین مردگی است. برای چی؟ برای اینکه قوایی که در زمین باید بتی، یعنی از همون ادخودی همو است. اگر ادخودی او باشه که زیاد باشه، هم خیلی فرما و غیره که میشه تامین کرده بتونه جوره حدی اقل شه. برای ما را لازم نیست 3 لیتر یا که مچوینه بخریم از دیگر دولت بگیریم بیاریم قبچش فلان پول بکنیم. عادی ترین چیز ببینید در بالینسا خوراوی کپلتون میمونه، گشنه نمیمونی، نه که خراب شدن میگیری، گشنگی ته احساس نمیکنی، خراب شدن میگیری. یه هفته بعد میخیزی کو گوتی هم گپود 15 کیلو 12 کیلو یا 8 کیلو ویس پارتوفته، نه که کپل قطعی گشنه نیستی، همون کپل هم میمونن سری. همون 3 لیتر همون دورو هم همون هست، همون دودنش بگی زمین مرده رفتن میگیره. اول پایو میشید، گندمو میشید، اوز گندم نمیقدر بلند میشه، از گندم کنشده کلش کلون میشه وزیر. لیلیپوت چی در رفته است دست. برای چی؟ برای اینکه نیست هم زیروتی لازمی، یعنی پاروی لازمی نیست. پیش ما بسینو داشتیم، تراکتورو قطعی میوردن، 50 و 70 تراکتور تلیچکوش قطعی رفته که از فرما میوردن، میزدن او میزدن بلوش سلفان میکشیدن میپرتافتن. برای چی؟ برای اینکه او شربت میشید، پارو میشید، بعد او را گرفته بار کده وارده زمینو دا میریختن و شدگور میکرد. زمین در راه میگشتی پاد میدرومد، ولی جفت کدگی نیست. زمین پخته و جشیدگی است، پخته را باید بچینی، درونی زمین دا میگشتی پاد زمین دا میدرومد. برای چی؟ برای که پارو میدودن زمینه، زمین میکردن زمینه. نه اینکه 3 لیتر بتی و گندم بچوشی، 3 لیتر بتی و گندم بچوشی، 3 لیتر بتی و گندم بچوشی. با هم تاوش هم رفته بگیری چی در زمین نمونه، سنگ بوریشیده از زمین. ما کودک بودیم پیرکو کارچوفکا نکردگی هم تای زمین کنده میرفتیم، هم تا میکندیم ریشش سرخ کو، هم تا پیره هم تا ریشش یک دونه یک نم تا میکردی کو خوکش هم خیلی میریخت توزه میموند ریشش. روزی ریشش مالاتو قطعی خوکش توزه میکنی که تا که او را بگیری بیاری. برای چی؟ برای که اولی که ای دایره و دودن لایه و چلو اومد زمین را جقید، بگیم دیمین چیزی که بگیم دورو پارو ندودن، فقط دورو دودن قطعی زمین جزیر کردین، کار کردن نتونستین زمین ده. یعنی این توصیه‌ای که ما میتیم برای امام علی رحمون، این برای دشمنی بعدی و بخیلی نیست. این توصیه ها برای بگیم که آینده سازی است. شرط نیست ایران ما برام بکنم، ما میگیم بکه امام علی رحمون.
این همی کمبودی است. اگر در همین باره که تو معلومات نداشته باشی، یک انسانی نمیدونم دهقان، یک انسانی خیلی زوخوز و سوخوز گرفتگی که کار کردگی هستی. ما یک نبرای رئیس هستم، ما تنها دیدگی هستم بابامون چه خیلی کار میکردن. ما قطعیشون میگشتم میدیدم. بابام یا رئیس کلخوز بود میدیدم، پروست قطعیشون میگشتم میدیدم. خلاص. یعنی که وقتی که من هم دیدگی ما در کودکیم دیدگی من میدونم که زمین قطعی چیکار کردن در کار است و میگفت بابام که نه کارا کنه نه کارا کنه. نمیدونم اون وقت ما را رئیس تیار کردن به چی نیت داشت، فقط در بودم همون چیو میگفت که چیکارا کردن در کار زمین رو. و فکر ما را آینده رئیس میخواست بشم SSSR رسپت شد. و فکر نباشه رنگی رستم در پوتین предлагать کرد که پرزیدنت شود زورای. و فکرم در SSSR بابام ما را چی میکرد، کاندیدات پیشنهاد میکرد، میگفت که همین نبرم رئیس شود زورای، برای که زمین میدونم ما کودکیش یاد دادگیم همه کمبودی را میدونم گفته. با فکرم میگفت خلاص هم خیلی برای همون این پیشنهاد رو همون میکنیم همون توپای وزیرها دا که امروز نمیدونم از کجا آوردن و وزیرها یا که دیگر کسا را. اولین چیز یعنی از مایده ترین چیز چارواداری چند قدر زیاد باشه، زمین های تاجیکستان هم قدر بیدار میشه و پرودار میشه. همون قدر بیدار و پرودار بودن زمین تاجیک سیر حاصل میشه. تاجیکستان سیر حاصل شد، حاصل که بسیار شد مردم هم سیر میشه. یعنی تمام زندگی ما حتی که از همون گیگو وابسته است. اگر نه خیلی بگیریم شرایط خوب شدن شرایط ما در کونی گاو و گوسفند وابسته است. فقط باید این ما بسیار تر کنیم. خونتون آباد باشه. زر خرید و سلامت باشه.